میخوام بدون دین باشم. زن در دین اسلام هیچ جایگاهی نداره. کلا آتئیستین، بی خدایین کلا. اصلا خدا رو قبول نمیکنم. کامیلا سلستینو هستم از کشور برزیل. در یک خانواده مسیحی کاتولیک به دنیا آمدم. تقریبا 10 سالم بود میرفتم کلیسا که اونجا درس دینی بخونم. عقل من نمیتونست بپذیره. یعنی چجوری مثلا حضرت عیسی هم خود خدا هم فرزند خدا. من تصمیم گرفتم که دیگه من نمیخوام مسیحی باشم، من میخوام بدون دین باشم و من بسیار متنفر بودم از مسلمانان. کلا آتئیستین، بی خدایین کلا. اصلا خدا رو قبول نمی‌کردم. خب خیلی ممنون، لطفه. رفتم اونجا با یک آقا صحبت کردم. ایشون گفتن بله ما اینجا نیاز به کسی داریم، شما اگر میتونی فردا شروع بکنین. گفتم باش. یا سر کار. آره. من میدونستم که ایشون مسلمان بودن. متاسفانه تبلیغات بر علیه اسلام اونجا تو برزیل خیلی زیاد انجام میدن. تصور ما اینه که دین اسلام دین خشونته. زن در دین اسلام هیچ جایگاهی نداره. اما وقتی که این آقا رو دیدم چجوری ایشون با خانومشون رفتار میکنن، به خانومش خیلی محبت میکرد. بعد خانوما که میومدن سلام علیک میکردن، یعنی احوال پرسی، ایشون هیچ وقت دستشون نمیگرفتن. همیشه دست خودشون میآورد رو سینه‌شون، میگفتن که ببخشید ارزش شما خیلی زیاده، من نمیتونم دست به شما بزنم. آفرین. بعد ایشون یک کتاب آوردن و به من هدیه دادن که اسم این کتاب پیغمبر اسلام و اهل بیتش. وقتی که من این کتاب رو باز کردم سوره توحید به زبان پرتغالی خوندم و همه اون سوالاتی که من داشتم جواباشو همون چند تا خط پیدا کردم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یعنی ما الان باور کنیم یا آدم ضد دین، ضد خدا، اصلا ضد خدا، دین کجا بود، کلن با خوندن یه سوره توحید متحول میشه؟ بله میشه. من خوندم و به داستان امام حسین و کربلا رسیدم و اونجا واقعا من نمیتونستم بجنگم با خودم. من تسلیم شدم، من عاشق اهل بیت شدم، من عاشق امام حسین شدم. وقتی من داشتم اون کتاب رو میخوندم من یادم تو مترو بودم و خیلی گریه میکردم و من متوجه نمیشدم که چرا من اینقدر دارم گریه میکنم برای یک نفری که من ندیدمش، نمیشناسمش. صاحب کار من ایشون گفتن که هر شیعه یه پاره، یه زخم هست تو قلبش که وقت که اسم امام حسین رو میشنوه نمیتونه تحمل بکنه. و من همینجوری بودم. من کسی بودم که وقتی که آمریکایی ها وارد شدن عراق میگفتم که همه مسلمانان اونجا باید بکشن، ولی عشق امام حسین من رو آورد به این سمت. 6 ماه بدون اینکه هیچ کسی بدونه من در مورد دین اسلام تحقیق کردم. قرآن رو آوردم جلوی مادرم، گفتم مادرم من میخوام مسلمان بشم. و مادرم میپرسه که مسلمان چیه؟ اسلام چیه؟ من گفتم این کتابی که شما داری میبینی اینجا در مورد حضرت عیسی حرف میزنیم. ما یه سوره داریم به اسم مریم. تنها زنی که اسمش آورده شده در قرآن حضرت مریم. وقتی که من اینو به مادرم نشون دادم مادرم قبول کردن، پدرم همینطور.
خیلی خوشحال شدن که من دوباره با دین شدم و خدا قبول میکردم و حتی مرا برای نماز صبح بیدار میکرد. وقتی من میخواستم محجبه بشم، مادرم گفتن که حضرت مریم حجاب داره، چرا شما نمیتونی داشته باشید؟ من مسلمان شدم. حالا تو برزیل هستم، میخواستم بیشتر در مورد دین اسلام یاد بگیرم، ولی چجوری؟ ما هیچی نداریم اونجا. یعنی 10 سال پیش هیچی نداشتیم. وقتی که یکی حاج آقا که ایشون ایرانی هستن اومدن برزیل و ایشون گفتن خب شما که اینقدر تشنه علم هستید چرا نمیرید ایران اونجا درس بخونید؟ وقتی که مادرم قبول کرد من دیگه گفتم چشم، من میرم. حالا 7 سال هست که من اومدم ایران و خیلی سخت بود، چون من زبان فارسی اصلا بلد نبودم و تنها اومدم. شد 40 من رفتم برای پیاده روی امام حسین علیه السلام. یعنی من به خاطر امام حسین مسلمان شدم و اولین امام که من گنبد طلایی شدیدم و بهشون سلام دادم امام حسین بوده. حب الحسین، حب وضياء حب الحسين شعف البرازيل. وقت اصلا تصور نمی کردم که یه روز من نزدیک مسجد جمکران زندگی بکنم، ولی بیشتر از این با یک خادم مسجد جمکران ازدواج کردم. گفتم حتما باید زبان پرتغالی یاد بگیرن، کمکم بکنن که من در برزیل بتونم دین اسلام رو تبلیغ بکنم. ما یه دونه فرزند داریم، یه دختر کوچولو به اسم فاطمه. فاطمه بنت الرسول، فاطمه 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 هي البتول. برگردین. و عجل فرجام زور آقامون انشالله نزدیک بیاد. خبر آمد خبری در راه است، سرخوشان دل که از آن آگاه است. شاید این جمعه بیاید، شاید این جمعه بیاید، شاید پرده از چهره گشاید، شاید دست دفشان پای کوبان میروم بر در سلطان خوبان. میروم بار دگر مستم کند، بی سر و بی پا و بی دستم کند. میروم که از خویشتن بیرون شوم، در پی لیلا رخی مجنون شوم. هر که نشناسد امام خویش را، در که بسپارد زمام خویش را. این هم دعوتی هست برای زیارت کربلا، هم برای شما، هم برای دخترتون، هم یعنی برای کربلا مهمونشون بله کرد. انشالله. به به به. خیلی ممنونم. من همیشه اینو میگم، من هر سال باید برم کربلا وگرنه من مریض میشم بدجور. پارسال نتونستم برم و واقعا این هدیه شما خیلی با ارزش هست. الحمدلله.